سلام، وقت همگی بخیر. با جلسه چهارم از آموزش اپلیکیشن افینیتی دیزاینر 2 روی آیپد در خدمت شما هستم. خب بچه یه نیو داکیومنت ایجاد میکنیم. حالا ما میذاریمش رو همون فول اچ دی. خب گفتیم که با نگه داشتن انگشتتون روی این علامت سوال اسم ابزارهای مختلف به شما نشون میده و به شما کمک میکنه که اینا رو بشناسین. بچه زمانی که میخواین یه طراحی وکتورایز انجام بدید، اگه طرحتون رو به صورت ساده سازی شده بهش نگاه بکنید یا ساده سازیش بکنید، میبینید که تشکیل شده از یه سری شیپ ها. خب پس شیپ ها یه سری اشکال هندسی تقریبا ساده هستن که طرحهای شما رو تشکیل میدن. اوکی. خب بچه سمت چپ اپلیکیشن یه نوار ابزار وجود داره که ابزارهای مختلفی برای شما اینجا وجود داره که شما میتونید ازش استفاده کنید و طرحتون رو پیاده سازی بکنید. بغل بعضی از این ابزارها یه مثلث کوچیک وجود داره، مثل این یکی یا مثل این یکی یا مثل این یکی یا مثل این یکی، که این نشون میده که داخل این ابزار یه سری ابزار دیگه هم وجود داره. در واقع این ابزارهایی که بغلشون یه مثلث کوچیک هست یه مجموعه ابزار هستن. خب این مربعی که اینجا هست من اینجا روش یه دونه تپ میکنم، بقیه ابزارهایی که توی این مربع وجود داره توی این ابزار وجود داره به من نشون میده. اوکی. خب حالا من همون رکتانگل رو انتخاب میکنم، این ابزار شیپمونه. بعد یه مستطیل میکشم. ببینید وقتی مستطیل میکشید یه رنگی داخلش هست، ما بهش میگیم فیل، و این رنگی که یعنی اون بوردر دورش بهش میگیم استراک. اوکی. اگه بخوایم رنگ این فیل رو عوض بکنیم، این منویی که اینجا هست رو میزنیم، این اولی روش کلیک تپ میکنیم و رنگو به اون چیزی که میخوایم تغییر میدیم. اگر بخوایم استروک رو عوض کنیم، تو این بغل دستیش کلیک میکنیم بعد و رنگو به اون چیزی که میخوایم تغییر میدیم. حالا شما چون این بذارید زخامت اینو ببرم بالا که شما بتونید ببینینش، الان دیگه مشخصه. پس اینجا رنگ استروک رو اینجا اینجوری عوضش میکنیم، بعد رنگ فیلم هم که اون شکلی که خدمتتون عرض کردم. خب بچه‌ها ببینید روی این گوشه های شیپتون، این گوشه ها این دایره هایی که وجود داره، اگر نگه دارین و درگ بکنین میتونین شکل رو تغییر اسکیل بدین، حالا در هر زاویه و جهتی که خودتون دلتون خواست. اوکی. بعد نکته بعدی این دایره که این بالا هست، نگاه کنید اگر روش تپ کنید نگه دارین و درگ کنید به صورت چرخشی، به شما عملیات روتیت رو انجام میده، برای شما شکل رو میچرخونه. این درجه‌ای هم که اینجا نشون میده نشانگر اون میزان درجه‌ای که شکل داره میچرخه در جهت عقربه‌های ساعت منفیه و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت یعنی پاد ساعت گرد مثبت. اوکی. خب نکته بعدی این که زمانی که شما این یه منوی دکمه پایین دارید، اگر روی این بالایی کلیک دستتون نگه دارین یا اینکه بزنید روش فعال کنید اینو، اگر این عملیات چرخش انجام بدید الان دیگه برای شما استپ چرخش انجام میده، یعنی 15 درجه. بچه این دکمه حکم شیفت کیبورد رو برای ما داره، کلید شیفت. اوکی. خب بعد یه نکته دیگه که میتونیم از این شیفت مثلا استفاده بکنیم، بذارید اول قبلی رو پاک بکنم. اینو اگر شیفت فعال بکنید و یه شیپ رو رسم بکنید، شیپ به صورت مربع میتونید در بینی از 4 جهت کامل میتونید رسمش بکنید. یا مثلا اگر من یه دایره انتخاب بکنم یه شکل هم کامل دایره‌ای نمیشه نگاه کنید، ولی اگر بیایم شیفت رو انتخاب بکنیم ببینید شکل دایره‌ای میشه. اوکی. خب اینم یه نکته‌ای که فعلا بدونید. نکته بعدی زمانی که هر شیپی رو رسم میکنید این بالا یه سری ابزار مربوط به اون شیپ فعال میشه. مثلا نگاه کنید الان من رکتانگل نصب کردم، اگر روی نانه بزنم و اینو فعال بکنم این کورنر چی برای ما فعال میشه، گوشه‌هاش خمیده میشه. رادیوس اگه تغییر بدم ببینید چه اتفاقی میفته، به دایره و به مربع نزدیک میشه. حالا باید شما بشینید با این ابزارا کار بکنید و بیاد دستتون که هر کدوم چه کاربردی داره و چیکار میتونید استفاده بکنید. خب یه شیپ دیگه مثلا من براتون تست کنم. خب اینو غیر فعالش کنم، مثلا شیپ اسکوئر استار. ببینید الان اگر شیفت فعال کنم چه اتفاقی میفته، به صورت اسکوئری به صورت کامل منو میده. خب ببینید بچه‌ها الان بذار من چند تاشو پاک کنم. ببینید اگر این کات رو تغییر بدم چه اتفاقی میفته. ببینید اسلاید اگه تغییر بده
ببینید بچه‌ها. خب بشین دیگه با این ابزارا امتحان بکنید، کار بکنید که ببینید مثلا رو هر کدوم چه تغییراتی چه چیزی ایجاد میکنه که استفاده بکنید توی طرحهایی که میکشید. یه نکته دیگه اینجا هست، این نقاط زمانی که شیپ رو انتخاب میکنی غیر از این نقاطی که روی خودش هست، خب اگه شیپ رو انتخاب کنید مثل این نقطه های نارنجی فعال میشه. با این نقطه های نارنجی هم ببینید یه سری تغییرات رو میتونید روی خود شکل ایجاد بکنید. ببینید بچه‌ها، ببینید مثلا الان اگر یه مثلا دایموند اگر بکشم اینجا نقطه رو ببینید بچه‌ها، ببین همزمان که من این میت پوینت رو تغییر میدم اون بالا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید داره اون تغییر میده. این میت پوینت تقریبا این دقیقاً همون کار این میت پوینت رو برای انجام میده. بسیار خب بچه‌ها، فکر کنم برای امروز کافیه. امیدوارم که استفاده کرده باشید. موفق باشید.